تلاشش نمیشید کی میدونه که حالی ما چی بود. اگر تمام عمر شکرگزاری نعمت الله کنیم فقط به خاطر آن که ما و شما امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، به خدا قسم کنم ای هزار یک شکری خدا کرده نمیتونه. افسوس صد افسوس که میبینم در اکثر موارد محبت ها همتری سرسرکی های، بسیار ضعیف های، عاجزانه های، طفلانه های. سعی کردن در کار که محبت واقعی شود، محبت مثل محبت صحابه پیغمبر باشه. یک نفر از تابعین از حضرت علی کرم الله وجهه سوال کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نزد شما چی منزلت و مرتبه داشت؟ گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احب الینا من انفسنا و اموالنا و اولادنا و آبائنا. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما را از جان ها ما عزیزتر بود، از اموال و مال و ثروت گرانتر بود، از فرزندا. ببینه همین فرزند شیرینتر چیه در دنیا؟ ای فرزندانو زیادتر دوستش می داشتیم، از پدر و مادرمو بالاترش میگذاشتیم. به حضرت یک عجیب یک عباره میگه، به خدا قسم عقل انسان هم میگیره در این زمان خیلی شخصیت های بزرگ بدن، خیلی خدای تعالی الهام شو میداد نباشه در کله آدم خیلی گپو عجیب در حال نمیآید. حضرت گفت و من الماء البارد علی الدم. تصور کنه که یک شخص در بیابانی به آب تشنه های، حلقش قاق شده، از تمام نعمت دنیا بپرس که چی میخواهی؟ میگه همین آبی خنک. از انمو کاسه آبی خنک در بیابان خشک به آب دیده، برای ما را حضرت صلی الله علیه و سلم شیرینتر و گواراتر بود. سبحان الله. این است، اینم معیار دانستن ایمان ضعیف و ایمان قوی. محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا بی‌پروایی. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. قصه میکنه، میگه آن سگ میمرد و گریان آن عرب، اشک میبارید و میگفت وا کرب. سائل بگذشت و گفت این گریه چیست؟ نوحه و زاری تو از بحر کیست؟ یک شخص از راه میگذشته است که دید یک عربی بالا یک سگ استوده است. سگ در همین جان کنده است، در وقتی مردن همین تلواسه جان کنی انا این گریه داره در بالاش، و کربا و مصیبت ها گفته گریه داره. با این مردی مسلمان آخی دید جگرش سوخت، سوالش کرد که چی متهم داری، برای چی گریه میکنی؟ گفت در ملکم سگ بد نیک خو، نک همه میرد میان راه او. گفت این سگ من ای، سگ مرده است ای. روز سیادم بده شب آسمان، تیز چشم سیدگیر و گرگران. ای مونیس بود، یک رفیقم بود. روز شکار میکرد، شب مال و ثروت، مقصد که مال متاع من نگهبین میکرد. از ترس ایرا گرگان نزدیک نمیشیدن به همون موضع مقصد مال و حالم. از همین بعضی رفیقای نامرده همون سگی وفادار بهتره میگن. چخیل گریه نکنم، یک دوستی عزیز ما ای دست داد است. گفت دردش چیست؟ زخم خورده است؟ سوالش کرد که چی درد داره؟ آخه خدای تعالی برای هر یک مرگ یک سبب را خلق کرده است. با چی کسل مرده است؟ گفت دردش چیست؟ زخم خورده است؟ گفت جوع الکلب زارش کرده است. میگو و گشنگی را مرده است. سالی قحطی بده است، اردگم تری تنگی بده است. بعد از آن گفتش که ای دانای حور، چیست اندر دستت این انبان پر؟ و پرسیدش دیگه اگر در سری حلقش یک خلطه کلون. گفت جورا در خلطه چی داری تو؟ گفت نان و آب و لوتی دوش من می کشانم بحری تقویتی بدن. از بس که گفت سفری طولانیه، زنک فرمیدم ایخا گوشت آبپز کرده است در نام پیچوندگیه، گجای گشنه موندم یاد لقمه میخرمه، همین سفر من ادامه کرده رفته است. گفت چنتی بدون سگ نان و زاد؟ ای خونت پری گندم. گفت یک خلطه گوشت و نون داشته و بمرد داری یک گردک در همین بچوره سگم بتیدن هم برم. گفت چنتی بدون سگ نان و زاد؟ گفت تا این حد ندارم مهردار. نه برادر، گفت دوستش میدارم اگه به او درجه ایده که لقمه دهانی خدمت بکنم در دهانی سگ بدوزم. گفت خاکت بر سرای پرباد مشک، که لبی نان پیشیت بهتر زی عشق. رو تبت کنم گفت تواری محیبه و تراری دوست داره که
آقی محی برای محیبش جانش فدا میکنه. تیا تیکای نون وقتی که دریغ میداری بالای سرش ده هر گریه داری چی فایدت میکنه این گریه‌ای تیم سخونه ای تو. من میترسم که محبت اکثر مردم هم تریشیده است. اما ما خدا را شکر میکنیم که الحمدلله به هر وجه صورت اگر چند حالی محبت هم طفلانه است ضعیف است اما به هر وجه صورت هست. همین نشانه همین محبت است که الحمدلله در دنیا از همه بیشتر از زیادتر نام محمد است. میدونی امیرا در کتاب رکوردهای گینس ولی بدروی ببینه در باب نام ها در جای اول نام محمد صلی الله علیه و سلام خیلی شده. از همه بیشتر مردم دنیا نام محمد داشتیم. یک پوبت سمیرنوف همین کم کم گپای حق همه گفتم مرد است. اگه شخصایی که ایمان ندارن با دین مبین اسلام با قرآن عظیم شان پیغمبر ما را هم پیغمبر قبول ندارن اونا البته دوزخیانه نگه حالشو از حال او کافرایی که با دشمنی و کینه‌توزی میکنن خیلی سبکتر هم هست ای بچه. همون مردک همه حقو کیبت بعضن گفت یه روز که در بریتانیا کبیر معروف ترین نام جیکوب است. در جای یکم نام جیکوب در بریتانیا کبیر. این بریتانیا کبیرش عبارت است از انگلیا، شاتلندیا، ویلز و سیورنی ایرلندیا. همشه از جای بریتانیا کبیر میگم. از همه نام زیادتر میگن نام جیکوب. در جای دیم نام محمد صلی الله علیه و سلام. گپ درباره بریتانیا رفتید. میگه علما اینجا حد زده و تحقیق کرده استن که تا سال 2030 معروف ترین نام در بریتانیا نام محمد میشود. نام محمد ای جیکوب میگذره. ان شاء الله ما یقین داریم که در تمام دنیا در جای اول نام محمد میشود. همین هم ان شاء الله یک اظهار محبت کردن است. همین که وقتی پیامبر ما را کسی سعی میکنه که تحقیر کنه، استهزا کنه، بدبخت کاریکاتورا بکشه، عالم اسلام به جوش بیاید، ان شاء الله همین هم نشانه ایمان است. خدا کنه که ایمانمون کامل شود. خدا کنه که از هم محبتی که پروردگار به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلام داده بود یک شمع و ذره‌ش هم برای ما نصیب گردونه. ان شاء الله در اون صورت دیگه فردا روز قیامت وقتی که همه در عذابن، همه در گریه و فغانن، محبای محمد صلی الله علیه و سلام حضرت خودش تسلی میده. حضرت میگه شفاعتی لاهل الکبائر من امتی. شفاعت من از بحری اهل کبایر امت هستند. در روزی که تمام پیغمبران از شدت خشم و غضب خدا ترسیده و نزدیک نمیشوند حضرت کمر میبنده. اول میروه شفاعت عظما طلب میکنه در پیش الله. شفاعت عظما یعنی برای تمام بنی بشر که پروردگار رو امر کنه می افتاب بالاتر برای که مردم بسیار حالشو بد شده است. بعداً وقتی که حضرت سر در سجده مانده و گریان خدا را مدح و ستایش میکرد الله ذوالجلال و الاکرام مراجعت میکنه که یا حبیبی ارفع رأسک، ای حبیبی من سر بردار، امروز روزی سربلندی تای، روزی سعادت تای، بیرق هم در دستی تای. تمام بنده های الله از آدم علیه السلام شروع همه در زیر پرچم قد صف میبندن مؤمنان. ارفع رأسک، او سری مبارک بردار، سل تعطى واشفع تشفع، هر چی میخوایی طلب کن مرا حاصل میکنم. شفاعت کسی را اگر کردی من رد نمیکنم، شفاعت قبول میکنم. حضرت صلی الله علیه و سلم سر از سجده میبرداره و میگه امتی یا ربی، امتی یا ربی. الله. حدیثی متفق علیه، بخاری و مسلم روایت کرده اید. وای به حال ما اگر به قدری همین پیغمبری بزرگ نرسیم که در دنیای قدر تعلیم و داد، قدر احکام حلال از حرام توسط نصیحت های پیامبر، توسط دعوت ها و حدیث های پیامبر دانسته ایم. ببینه در عالم برزخ هم همین امت ها را میخره. حضرت میگه که تعرض علی اعمال امتی، اعمال های امت هم در پیش من عرض میشود. فما رأیت منها حسنا حمید الله. اگر بشرط بینم که کارهای خوب خیر میکنن شکرانه پروردگار میکنم، حمد ثنای الله میکنم که خداوند نمیخواد امتی با ناموس سربلند نصیب من گردونده است.
و ما رأیت منها سیئا استغفرت الله لکم. اما اگر یکو کاری ناجا و بیزیدی بعضی ها را ببینم پیش پروردگار میگه طلب استغفار میکنم که پروردگار رو خطا کرده سهو کرده سمی امتی منای ببخشش الله. و فردا روز قیامت ببینه وقتی خدای تعالی میگه که هر چیز طلب داری بکن، هر کسی را میخوای شفاعت کن، باز از پروردگار شفاعت امتش طلب میکنه الله. قدر دین از بهریان نشناختی کس پدر میراث مفتش یافتی. برای چی به قدر این دین بزرگ نمیرسیم؟ تا حاضر سهل انگار هستیم، نماز به تنبلی و بخشید قضا میکنیم، حالتهای میشه به 1001 بهونه روزمونه میخوریم. بچهای سلمه ترغیل خونه آبادو ای ترسی آن که مبادو ایمونیتت مکم نشوه روزه را خوردیم. این مرگی تو که اوخی شفا دهنده پروردگاره، حفظ کننده پروردگاره. او وقت تو به یک وجه عذر شرعی روزه تا میخوری اگه جو ایمونیتت تو بلند میشوه. قدر دین از بهریان نشناختی کس پدر میراث مفتش یافتی. مرد میراثی چی داند قدر مال؟ رستم جان کنده مجان یافت زال. خدا کنه که پروردگاری بزرگ حق شناس مکنه، نمک شناس مکنه که به قدر نعمتاش برسیم، به قدر زحماتی پیشوامون رسول الله صلی الله علیه و سلم برسیم. حضرت و از صاحبای طعام، از شرکت کنندگان این محفل خیر، مجموعاً از جمیع امتی با غیرت، با همت، با محبتش شاد و مسرور گردان و فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب بساز. پروردگارا واقعاً توشمون بسیار اندک است. اگر تمام عبادت را که کنیم همش که جمع بیاریم در پلای ترازو بگذاریم شکرگزاری دو دیده بینا ما نمیشود. اما پروردگارا ذات پاکی ترا دوست می‌داریم، حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم اصحاب گرامیش دوست می‌داریم. اگر چنده که دوست داریم و دوستداری کودکانه است، اما امید داریم پروردگارا که همین سرمایه را به درگاهت قبول و مقبول بگردانیم. و چنانه که حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است المرء مع من احب، هر شخص همراه محبش حشر میشود. فردا روز قیامت در زیر لوای رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان امتان آن حضرت صلی الله علیه و سلم محشور من بگردانید. پروردگارا این محفل خیر مبارک بگردان. خداوندا انشالله این بوریا کوبان هم بدست این منزلی نو برای فخرالدین جان مبارک بساز که در خاندانش همیشه صدای تلاوت قرآن، صدای خوب و خوش و گوش برسه و خداوند جمیع مراد مقصوداش حاصل ساز. غیرتش بده که از پیشینه زیادتر باز پدر خبر بگیره و دعای پدر را بگیره و خدمت پدر را کنه. خداوند بابای حاجی جمشید همنامی ما بزرگوار، بابای مخدوم، دیگر برادرها را در پناه امن عصمتت محفوظ دار، در هر کجایی باشد در حفظ امان دیگه بدار. بین مسلمانان الفت و مودت و محبت واقعی را برقرار ساز تا سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین ما زنده باشد. حضرت تأکید میکرد تر المؤمنین فی تراحمهم و توادیهم و تعاطفهم کمثل الجسد. مسلمانان در مهر و شفقت به هم دیگر، در محبت به هم دیگر مثل یک جسد میمونند که اگر عضوش به در بیاید تمام عضوها ناآرام میشوند، تسب میکنند. خدایا در بین مسلمانان همه الفت مودت برقرار ساز، خاصتا مسلمانای دیاری ما که همدیگر را دستگیری کنند، به همدیگر محبت داشته باشند. پروردگارا فیض برکات خیرات حسنات خویش را در این خاندان، در این محله، در این دیار، در خاندان برادرایی که شرکت کنندگان این محفل خیر هستند نازل فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.